چه برادر عزیز پرسیده که السلام علیکم دوملای عزیز، درباره شخص‌هایی که قبیله گرایی میکنن یک چیزی میگفتید. قبیله گرایی یعنی که انسانی که یعنی ملتچگی میکنه، قبیله چگی میکنه، اینها در شریعت حرام هستند برادران عزیز. خداوند عامه مؤمن و مسلمان در قرآن برادر خونده است. انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمن و مسلمان به همدیگر برادر است. پیغمبر بزرگوار گفتن که المسلم و اخو المسلم، گفتن مسلمان برادر مسلمان است. ما را خداوند در قرآن دستور داده است، امر کرده است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما جمع شما ای مسلمان ها در دین خدا، در قرآن خدا چنگ بزنه، یک جایه باشه، تفریقه و پریشان نشوید. متاسفانه امروز کافر ما را جدا کرده است، چه از قبیله چگی باشه، چه اینکه از این عقیده ها و رویه های زیاده که امروز در دنیا برآمدن. یعنی کافر توانست که امروز ما را جدا کرد، ما را یعنی در قصد همدیگر، در حق همدیگر زید و دشمن گرداند. به همین خاطر این چیز در شریعت معنی است، حرام است برادران عزیز. ولی یکی از دوستای خدا یک جمله های زیبا داره، حضرت میگه یکی گوید ز ختلانم تو را چی، دیگر من از بدخشانم تو را چی، نباشد یک جوان مرد بگوید مسلمانم تو را چی. میگه یک انسان میگه من از ختلانم، دیگرش میگه از بدخشانم، میگه آیا نباشه یک جوان مرده بگه من مسلمان هستم؟ در تو فرقش که از کجا هستند است؟ مسلمان برادر مسلمان است. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما باید همدیگر را جدا نکنیم. همه ما برادر هستیم، همه ما الحمدلله که مسلمان هستیم. در کنار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال حبش بود، سیاه بود، حضرت سلمان فارس بود، ابوبکر قریشی بود، دیگرش یعنی انصاری بود، همه چنگ زده بودن، همه یک جای اکا و دادر شده بودن، یک ایمان داشتن، یک اسلام داشتن. به همین خاطر ما هم باشیم برادران عزیز بزرگوار، حرکت کنیم، هم دیگر را جدا نکنیم. یعنی جدا کردن، قبیله گرایی، این در شریعت اسلام برادران عزیز بزرگوار درست نیست. این حرام است و نادرست است.